مسئولیت‌های اصلی یک مالک: ارائه ملک قابل سکونت. یکی از مهمترین وظایف شخص مالک اینه که از ایمنی و قابل سکونت بودن ملک اطمینان حاصل کنه. این اطمینان شامل خدمات اساسی مثل گرما، آب، برق و بهداشت مناسب میشه. انجام تعمیرات: مالک باید هر گونه مشکل یا خسارتی که ممکنه ملک رو غیر قابل سکونت کنه برطرف کنه. امنیت مکان: بسته به قوانین محلی ممکنه مالک موظف باشه تا تدابیر امنیتی خاصی مثل تعویض قفل‌های کارکرده بر روی درها و پنجره‌ها و یا حتی سیستم‌های امنیتی مناسب رو فراهم کنه. رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی: ملک‌های اجاره‌ای باید مطابق با کدهای بهداشت و ایمنی محلی باشن، مثل داشتن تهویه مناسب و سنسور حساس به دود. بازپرداخت وجه تضمین: بجز در موارد خاص، این وجه باید هنگام پایان قرارداد به مستاجر بازگردد. اطلاع رسانی: اگه مالک در بازه زمانی قرارداد خواستار ورود به ملک اجاره‌ایه، باید به مستاجر اطلاع رسانی کنه. رعایت حریم شخصی مستاجر: مالک نمیتونه حقوق حریم شخصی مستاجر رو نقض کنه. پرهیز از تبعیض غیرقانونی: قوانین ضد تبعیض به مالکان اجازه تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت و غیره رو نمیده. روند قانونی تخلیه: در صورت نقض قرارداد یا عدم پرداخت اجاره، مالک باید از روند قانونی تخلیه پیروی کنه. نگهداری از قسمت‌های مشترک: مالک معمولاً موظف به نگهداری بخش‌های مشترک ملک بین مالک و مستاجره. اطلاع رسانی درباره مشکلات و مسائل مربوط به ملک. پاسخگویی به شکایات: مالک باید به شکایات و مشکلات پاسخ بده. تجدید یا فسخ قرارداد: همه قراردادها یه تاریخ انقضا دارن. مالک باید تصمیم بگیره که آیا میخواد قرارداد رو تجدید کنه یا خیر. برای اطلاعات بیشتر و دردسر کمتر ما رو فالو کنید.